به نام خدا. در خدمتتون هستیم با بخش دهم تست دستگاه آلفا SX 7000 مدل پلاس. همونطور که میدونید توی بازار دستگاهی که به فروش میرسه معمولا حساسیتشون به طلا خیلی ضعیف و به فلزات مختلف مثل آهن و استیل حساسیت بالایی نشون میدن و میخوایم این موضوع رو توی آلفا SX 7000 بررسی بکنیم و ببینیم تکنولوژی متازایدیس روی این دستگاه چجوری جواب میده که تو آپدیت 6 ماه گذشته به این دستگاه اضافه شده. خب به خاطر همینم 8 تا بلوک چیدیم روی هم که متراژ 1 متر و 60 رو تشکیل دادیم و فلزات مختلف آماده کردیم. آهن 10x10، آلومینیوم 10x10، استیل 10x10 و طلای 7x8 سانتی متر که مخصوص این تست آماده شده که 2 تا علنگو صاف شده و به هم جوش داده شده و این فلز رو تشکیل داده. خب حالا بریم سراغ تستمون. قبلا که 50-60 سانت 70 سانت البته علنگوی طلا رو تست کرده بودیم، حالا میخوایم تقریبا 2 برابرش که میشه 78 سانتی متر هم تست بکنیم که از ترکیب 2 تا علنگو تشکیل شده. خب زحمت بکشین طلا رو بیارین. خب ببینیم از متراژ تقریبا 1 متر و 50 شناسایی میکنه به راحتی. خب یه لحظه طلا رو نشون بدیم، باشید اون ورش هم نشون بدیم. خب بریم فلز بعدی. فلز بعدیمون هم استیل هستش. خب از پایین شناسایی نکرد، یعنی حساسیت این دستگاه نشون دهنده اینه که این تستمون حساسیت این دستگاه به استیل کمتر از طلا هستش. طلا رو خیلی بالاتر گرفت با وجود اینکه ابعادش هم کمتر بود. خب فلز بعدی رو تست بکنین لطفاً. آلومینیوم. خب از پایین شناسایی نکرد. خب تقریبا از 50-60 سانتی متر اونم 60 سانتی متر به زور داره شناسایی میکنه. خب بریم فلز بعدی. آهن. از 1 متر هم شناسایی نکرد. حالا باز از فاصله تقریبا 60-70 سانت داره شناسایی میکنه، در حالی که ابعادش 10x10 و طبق جدول باید توی 1 متر شناسایی بکنه، در حالی که 10x10 طلا رو توی 1 متر و 50 شناسایی کرد. دیگه با این تست فکر نمی کنم شک و شبهه‌ای برای خریداران عزیز باقی مونده باشه و به ابر دستگاه بودن این دستگاه شکی داشته باشن. قبلا علنگوی علنگوی طلای 10 گرمی 20 گرمی رو تست کرده بودیم از فاصله 70-80 سانتی متر. الان 7x8 سانتی متر طلا رو باز تو فاصله 1 متر و نیم شناسایی تست کردیم و اگر ابعاد باز بیشتر بشه متراژ حتی با این لوپ تا 2.5-3 متر هم میره بالا و با لوپ بزرگم که باز بیشتر میشه متراژمون به عبارتی. خب انشالله موفق و پیروز باشید و امیدواریم دوستانی که این سوال رو از ما کرده بودن که چرا 10x10 مثلا آهن رو ضعیف میگیره یا آلومینیوم رو ضعیف میگیره به جواب سوالشون رسیده باشن.